تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی، حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ اتمی خواجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتار 13. مجلس در پستکوف. دو روز بعدی از سفر زادگاه برگشتنش، منظرشاه از شاه نامه گرفت که جمع آمد خلق را نه در وامر بلکه در دشت پستکوف گذراند. او دریافت که یوسف علی خان محض در نزد خوفیان که در جنگ ضد محبت خان طرف شغنی ها را گرفته باعث شکست لشکرش گشتن تنتنه کردن می خواهد. منظرشاه برای قبول شاه و خبر کردن رعیت سپارش های لازمی را داد و خود به آموزش نامه اعمال بندیان شروع کرد. آنها 83 نفر، اکثرشان آقسقال، بعضی اشان کاردار یا تنخواخوری دربار محبت خان، خلاصه پیش قدم ترین و بدولت ترین شخصان روشن زمین بودند. برای آنکه درجه آلودگیشان را پیش خود معین سازد، منظرشاه در حضور قاضی رحم خدا و شاه دوران حافظ که بی‌غرض‌ترین انسان‌های دیار بودند، از صبح تا شام آن روز پاییزی با هر یکشان صحبت نمود. آقسخالان و مثل بولتای شیدزی هر یکی زن آقسخال دوره یوسف علی خان را با امر محبت خان به زنی گرفته بودند. دیگران در قرابت داشتند و دربار عیبدار می شدند. گناه دو کس به تمام وزنین بود. نور محمد خوفی به کشتن زن به او دادش متهم می شد و خواجه که برتنگی و خبرکشی و ارچکی کردن بچگان. پس از فارغ شدن از بازپرسی، وقتی که سر خوان نشستند، منظرشاه خلاصه یاران جرگهش را پرسید. پسرم، من چنین فکر دارم که، گفت شاه دوران، در حکم این آدمان از علمهای کشیده امان باید بگذریم. اینها قابلترین و کاردارترین مردم روشانند. کشتن کار سهل است. یک تیغ میزنی آدم نیست. لیکن برای آنکه جای چنین انسانها پر شود سالها لازم است. اینها هم به مانند من مجبور بودند، نباشد نامخور زیادتی بکی در کار. شاه دوران گپش را تمام کرد و به امید دستگیری جانب قاضی نگریست. قاضی مرد میانه قد چارپهلوی سالخورده شیرازریش دستان روغن آلودش را با دستار با دقت پاک کرد و با صدای بزور شنوا به گپ درآمد. در روشان آدمی که از این شاه گردش ها جبر نکشیده باشد نیست. من درد و علم تو را می دانم. خودم هم ماهی گذشته از غریبی برگشتم. خانه مرا هم چول و چپاول کردند. اگر از روی غضب کار گیرم، باید من هم بام خانه کسی را به سرش فرو ریزانم. خشم و کین را سوار شویم، در خلق آبرو نمی ماند و در ملک آبادی. صلاح کار این نیست. شاه دوران از تقویت یافتن فکرش خوشحال گردید. منظرشاه بروی آنها نگاه تندی افکند و پرسید: پس چی کار کنیم؟ رخصتشان کنیم بروند؟ از بحر خونشان گذر، دیگر چه جزای خواهی بده. جواب داد قاضی: گیریم که من کسی را به کشتن ندادم، لیکن حکم آخر در دست شاه است، نه من. قاضی به اشاره این کار سر جنباند. ما زبان یک کنیم و شفاعت طلبیم، یوسف علی خان از گپمان نمی گذرد. لیکن تو باید دلت را یقین کنی. اگر دو دله شوی گپت را گذرانده نمی توانی. گیریم که من یک دل شدم. آیا شاهی که در بحر پنجه مخالفانش را کشت و شکنجه داد،
این رفتارم را چون طرفگیری از دشمنان روشانیش نمیفهمد. پسرم، اگر خواهی که احترام خلق را از دست ندهی، با خلق باش. دیدی که مردم تو را چگونه استقبال کرد و چه امیدها دارد. به گپ همراه شد شادروان. رحم خدا آخرین دلیلش را بیان کرد. بغیر از این، یوسف علی خان پسر تماما جوانش را به دلقوتی تو در روشان مانده می رود. تو نباشی قباد خان چی کار کرده می تواند؟ شاهی که حاکمیت را عملا به تو می سپارد، با کدام عقل برویت پا می گذارد؟ با رعیت روشان تو کار می کنی، نه یوسف علی خان. مصلحت دو پیر روشن ضمیر به منظرشاه خوش آمد. فرمانروایی از راه کشتار ظلم و شیوه خانهای بیگانه است. من از این خلقم و باید سزاوار محبتشان حکمرانم. خلاصه برآورد وی و گفت: من راضی جناب قاضی، در نزد شاه حکمت را برای هر کس فردم فرد خودت گزارش میدهی. بگذار داند که در روشان جزا و سزا در دست قاضی است. هرچی فرمایی. دست به سینه گذاشت. رحم خدا، همین شب این همه را کاغذ و مهر کرده صبح نشانت میدهم. فردا حجره دروازه را برایت خالی میکنم. در همان جا کار میکنی و به داد خلق میرسی. گفت منظرشاه و جرگه را بست. گشت روز دیگر یوسف علی خان با 20 سوار به پسخو فرود آمد، ولی به حیرت پیشوازگیران در بینشان قباد خان نمی نمود. دقت همه را مرد رویش سیب سیاه جلب ساخت که به خر سیاه شنانده پایهایش را از زیر شکم خر به هم بسته بودند. منظرشاه در بین اهل رکاب میرزا عزیز را دید و پس از زیارت شاه او را در کنار گرفت. خوش آمدی میرزا جان، رکاب شاه مبارک شود. و به شوخی گذشت. البته برای رنگارنگی معرکه یک زنگی نمی رسید که آوردید. با این سمکتی خر سیاه هم حیف است. لیکن شاه چنین فرمود. پاسخ داد میرزا عزیز و افزود: این را در یگان ویرانه بند نهید. منظرشاه و یارانش مهمانان را موافق مرتبه و منزلت ایشان در 3 خانه جای داده نزدشان آب و طعام گذاشتند. مردی خرکی را در عاقله حبس کردند. با غروب آفتاب در خانه آقسخال خوف ضیافت شاهانه سر شد. به معرکه حافظان و شیرینکاران من جمله شاهدوران آوازدار را هم دعوت نمودند. موسفید با غیژق خود چنان سرود خواند و چنان چارمغز بر این چرخ زد که همه مات و مبهوت ماندند. وقتی که شاهدوران پیتش را آخر آورد، یوسف علی خان از جا بلند شد و با دستار خود عرق سر و روی وی را پاک کرده در پهلوی خود شناند: شاهدوران، شنیدم که بهترمالی محبت خان به تو یک دخترخانه خیش نزدیکت را هدیه داده است و تو وی را دخترخان گرفته ای. آیا این راست است؟ پرسید شاه. شاهدوران سر در پیش افکند و پوزشخواهانه پاسخ داد: راست گفتند شاهم، بجز اینکه دختر خیشم نبود. من از تو و از اهل روشان زمین بخشش میخواهم که با چنین حال گرفتار آمدم. رویم در 2 عالم سیاه. قاضی رحم خدا به طرفداری شاهدوران لب گشاد. کاش تمام آدمان مملکت وجدان شاهدوران را می داشتند. این مرد هم سر خود را و هم آن دختر فقیر را از بیناموسشوی نجات داد. شاه گفت: به سر این بنده خداوند چه ظلم‌هایی که نآمد. من به طاقت و انسانگریش بارها خائل شدم. پیر خرد امروز از من چیزی که خواهی مهیا میکنم. شاهم بجز از دولت پاینده تو و آسودگی ملک چیزی نمیخواهم، گفت شاهدوران و دست شاه را بوسید. فردا هر کس مزد سزاوار خود را میگیرد. گویا به موسفید راز دل میکرده باشد. گفت یوسف علی خان: من امروز با خود کثیفترین روسیای بهترمالی شغنان ابوذر بخشاری را سوار خر سیاه به اینجا آوردم. به تهمت این پلیدک محبت خان چندین بیگناه را در سرای سنگ بندی کرده به دست خودش پراند. هفته قبل درکش را یافته گرفتارش آوردم. فرمودم برویش هر صبح عریض بمالند و به خر سیاه شنانده در مملکت بگردانند. بگذار مردم پند بگیرند و زبان از بدگویی و بهتان باز دارند. پس تا یک پاس شب دوام کرد.
سپس یوسف علی خان در مهمانخانه منظرشاه و میرزا عزیز برای پاسبانی وی در دهلیز خواب رفتند. منظرشاه فرصت را مناسب دانسته درباره پدر میرزا عزیز سخن گشاد. در شغنان دم بیغم پیدا نکردیم که با هم درست بنشینیم. من در خصوص عمکت محمد عظیم گرد گفتنیم. این بعدها صورت گرفت که من و وی به صفت دو سرلشکر به جنگ هم برآمدیم، ولی تا هجوم محبت خان به روشان وی سپهسالار ملک بود و من سپهدار روشان. شاید شنیده باشی که در همدستی من و وی لشکر بخارا را شکست داده شغنان را از بلای برده منقید شدن نجات دادیم. بر ضد بخاری ها نخود من شنیدم که هر دو با سپاهی کلان درواز زده خورد کرده اید. بله، سپاه از شمار خلق درواز بود، لیکن فرمان از امیر بخارا. سراج خان برادر مادری یوسف علی خان و محبت خان امیر بیک را در دربار خود نگاه می داشت. همان سال نیت کرد که شغنان را هم به مثل درواز ضبط کرده سلطنتش را به امیر بیک بخشد، لیکن من از این بر 5 محمد عظیم از آن بر دریا به سرش چنان هجوم بردیم که کار از دستش نآمد. بعد از آرام شدن مملکت محمد عظیم 2 هفته در وامر مهمان من بود. خدا بیامرزدش با یک ضربه برزگاو را از پا می افکند. بعد در همین پس خفت نامردانه کشتندش. لقمه پرتوف میرزا عزیز. وقتی که من و پدرت نیزه می زدیم کدام از تگ سنگ تیر انداخته او را از پشت زخمدار کرد. من سرگرم مصاف با محب و دولت قدم گشتم. در این میان شغنیان محمد عظیم را به قرارگاه خود بردند. بسیار امید داشتم که محمد عظیم زنده میماند. افسوس پیمانه‌اش پر شده بوده است. منظرشاه لب بست و انتظار گپ میرزا عزیز شد، اما پهلوان جوان خاموش بود. منظرشاه هم سکوت اختیار کرد. روز دیگر برابر سرکشیدن خورشید از پس کوه قیامت بازار یوسف علی خان هم شروع شد. سرماریزه‌ای که بر زمین پرنم صبح تیره ماهی نشسته بود شال نمد نفیسی را میماند که گویا به عزت خلق جمع آمده گستردند. و پس خفت از دهه‌های دوردست آقسقالان و ماسلان از بهروشان تا شجند تمام ساکنان قابل حرکت را دعوت کرده بودند. پیش از برآمدن به نزد خلق در سر صبحانه یوسف علی خان به منظرشاه چنین خبر ناگهانی رساند: اندوبال قباد خان را نآوردم تا مرد سالار گشتنش تقدیر یک قلمرو را به دستش داده نمیتوانم. به منزلت قایم مقام روشان و برتنگ را از امروز اعتباراً به تو می سپارم. چند سال پس چون حال و روز طبعه به گشت و به قدرت ما دل نهاد شاهزاده را می فرستم. من به تو چون به خودم اعتماد دارم. منظرشاه به نیم تعظیم دست شاه را بوسید و گفت: شاهم، زمام ما به دست توست و هرچی امری که نمایی فرمان تو راست، اما در حق من هزاران مراتبه بیشتر از آن که هستم التفات فرمودی. از زمین تا آسمان منت دارم. شاه دست منظرشاه را فشرد و گفت: دولت را چنان نگاه دار که در فیض‌آباد عهد کرده بودیم. در روشان آهن می گداختند، در برتنگ زر صاف می بیختند. جنگ و جدال میان این کارها را شکست. اکنون تو هنرمندان را به این صنعت تشویق و سرداری کن. به برتنگ آدم فرستادم، کانشناسان دیگر را یاب و به کار انداز. این گپ برای منظرشاه و همنشینانش تماما ناگهانی و حیرت آور بود. آنها از آنکه شاهی تازه جلوس در فکر آبادی بود متأثر شدند. در این باره مفصل بعد گپ میزنیم. سخنش را دوام داد یوسف علی خان: حالا بیایید که نسبت به خیانتکاران چه مجازات دارید؟ دیروز با قاضی رحم خدا در این باب مشورت کردیم. شرح داد منظرشاه: اگر اجازت دهید قاضی بگوید. شاه سرجنبان. قاضی حکمنامه های خود را با صدای گوارایش خواند. شاه با دقت گوش داد و بعد به آخر رسیدن قرائت رحم خدا ناراضیانه گفت: بولت‌ها را خودت هلاک کردی.
دیگران از وی چه فرق دارند که به مالک دوزخشان نمی سپاری؟ شاه هم سر غضب بدون پرسش و بازخواست بولتا را کشتم و بعد فهمیدم که وی به زوجه هم دست درازی نکرده است. بنابراین فکر کردیم که چون نکاح ها بر علیه خواهش آقسخالان جبران بسته شده‌اند، حکم قتل در حقشان به انصافی است. اگر محبت خان مجبور نمی کرد، اینها در عمر سرشان به چنین رذالت دست نمی زدند. حق به جانب میر است شاهم، عرض کرد قاضی. انصاف را بالاتر از طاعت گفتند، اما در حق نور محمد خوفی که زن آقسخال بهروشان را زده کشت و در حق خواجک برتنگی که مثل ابوذر دمدار محبت خان بود و خلق به آنها نفرت دارد، حکم کشتن نیز رواست. شاه با شنیدن کلمه خوف رو ترش کرد و خشمالود گفت: اوه از این خوف و خوفی ها، من با اینها کار دارم. بهترمالی های خاک شیرمجاز کار دنیا را مسخره گمان کردند. برای خیانتشان این کافران را چنان جزای دهم که به 70 پشت اولادشان درس عبرت شود. الان کلانترشان کیست؟ همین نور محمد است، جواب داد منظرشاه. چی وی را تو به حال معزول نکرده ای؟ شوریده خاطر پرسید شاه. معزول کردم، ولی خلق یگان کسی دیگر را قبول ندارد. خلق قبول نمی کند؟ این ملخ صورتان کیستند که به گپ حاکم گردن ننهند؟ شاه هم فرصت نشد که به این مردم سر به سر شوم. اینها سخت متحدند و نمی گذارند که آدم بیگانه به اجازت به درعشان براید. جا به جا می کشند. به این ملاحظه مصلحت آن است که تا ملایم کردن دلشان نور محمد را زنده نگاه داریم. شاه خیلی اندیشید و گفت: بله، این پلید را هر وقتی که خواهیم کشته می توانیم. حالا با مسالمت دل آن یاغیتبانان را نرم کرده جزای مالی می دهیم. خلقشان حضور دارد یا نآمدند؟ تقریبا 40 نماینده فرستادند شاهم، جواب داد آقسخال پسخوف. تو هم قوم همین بیترمالی هستی؟ شاه به آقسخال رو آورد. پدرم بجوی، مادرم خوفی شاهم. با این برانه خوشحالان رسان که وقتی در بندیشان گذشت. پدر بابایشان برای شاهان شغلان غلام بودند، پسر بنبیره غلام ما میمانند. به من دندان تیز نکنند که خوفشان را گورستانشان میکنم. آقسخال گردن کج نمود و محزون و به جرأت صدا برآورد: البته شاهم، البته. بغیر از این نور محمد باز گپی کی را گرفتنشان ممکن؟ گپ کیکی برایشان قانون است شاهم. کیکی؟ شاه با حیرت به آقسخال نگریست. این خیلی نام را بار اول میشنوم. من هم لقمه پرتاف منظرشاه. حالا حضور دارد؟ شاه معرکه دارشان همین کیکی است. به وی یگان خوفی کار مهمی را سر نمی کند. این بار جسورانه تر پاسخ داد آقسخال: نام خودت چیست؟ باز پیپی نباشد؟ با قیافه جدی شوخی کرد یوسف علی خان. شاهنیاز شاهم، کیکی آوازدارت را نزد من بیار. وقتی که شاهنیاز برآمد، یوسف علی خان به منظرشاه رو آورد. منظر، اگر خوفیان خدازده رهنما نمی شدند، ما محبت خان را شکست می دادیم و غریب و سرگردان نمی شدیم. بدی این منافقان را فراموش نکن، چنان بجفشان که مغز استخوان از بینیشان براید. منظرشاه گفت: خوفیان مردمی بدرامند، لیکن علاجشان را میابند. اینها را مجبور کردن لازم که برای تمام شغلان آهن بسازند. این کسب حالا هم رواج دارد. خلق خوف و بجو در این شور و ولوله پابرجا ماند. برای همین هم نان دارند و هم دمشان بلند است. فکر عالی جناب، این لندهوران را 1 ساعت بیکار نمان. بگذار برای سپاه همان نیزه و شمشیر، تیر و کمان بسازند. این هنگام آقسخال کیکی را به حضور رساند. وی مردی 60-65 ساله قاق درازه بود، با روی خندان و ریش باریکی سبسفید تا ناف. به سر سله سرخ، به تن قطمه دراز رنگ رفته، به پا پیخهای بلند نودوخته داشت. برابری در آمدن در زمان دست به دعا برداشت: شاها که تو را تخت مبارک باشد، بر تخت نشستنت مبارک باشد. در اوج فلک فرشته ها می خوانند، همراه تو یاسین و تبارک باشد. همه دست برو کشیدند. شاه سینچکارانه
بر روی کیکه نگریست و گفت نام اصلیت چیست؟ کیکه پدرت چی؟ قندق. چی مشغولیت داری؟ کیکه استانبان است. شاه با پوزخند تحیرآمیز دو دست به زانو زده به قاضی رو آورد. نخود استان را انبانی کنند. در بسیار دهه‌های دیولاخی چیزهای از مذهب قدیمه باقی ماندند. استانبانان قدیم همین خلیفه های حاضرند. شاهم توضیح داد قاضی رحم خدا. برای خلق چی کاری انجام میدی؟ شاه دوباره به کیکه متوجه شد و از دستش کشیده برخیزاند و اشاره کرد که بالای سینج نشیند. کیکه نیازشان را قبول میکند، دلیلک میافروزد، مرده شود قربانی میکند. از شیوه گفتار کیکه حیرت شاه به مراتب افزود. تو برای چی درباره خود از نام آدم دیگر گپ میزنی؟ آیین استانبانان چنین است. تو نیستی چی؟ به شوخی پرسید شاه. استانبان آدم این دنیا نیست. این قدر رویت میخندد، یگان دلخوشی داری. خدا کیکه را چنین قواره داده باشد چی کند؟ در دل یوسف علی خان حس مغشوش بیمامیز نسبت به این مرد درازریش ارواح مانند راه زد. تو به یک سوال من جواب داده میتوانی؟ کیکه داند البته جواب میدهد. پاسخ داد کیکه برای چی در جنگ پسخوف قوم تو طرف محبت خان رو گرفت و به من خیانت کرد؟ روی خندان کیکه را تبسم فراخ او به نورتر ساخت. برای آن که خوفیان شغنی‌اند نروشانی، همین قدر سبب دارد. یوسف علی خان لحظه از غایت حیرت شق شد و هیچ گمان نداشت جواب معمایی که چندین سال عذابش می‌دهد این قدر ساده است. بر روشانی ها چه بدبینی دارید که حاکمتان را فروخته؟ شاه ستیزه آلود به کیکه نگریست. اینها هر یک خوفی به وادی می فرامده را میزنند، مالش را میگیرند، حتی لبلوچ کرده به درم می سرانند. از بس که ما را کافر می شمارند، غلام خدمتگار را استثناءً از فقیران ما می گیرند. پس ما را که آدم نمی شمارند، ما هم چه بدی که از دست ما می آید در حقشان روا می داریم. شاه تیغکشان به منظرشاه و رحم خدا نظر انداخت. منظرشاه کتف در هم کشید و گفت شاهم خودت میدانی که زادگاه هم 100 فرسخ از اینجا دور است و من این قوم را خود نمیشناسم. قاضی و تندار همین جاست، شاید بهتر داند. رحم خدا در جایش درستر نشست و زبان به شرح کشاد. راستی در روشان خوفی ها را آنقدر روی خوش نمیدهند. لفظ و سنت اینها از ما خیلی فرق میکند. گپ کیکه در خصوص زدن و تحقیرشان درست است، لیکن اینها هم بسیار خلق گردنشخ و بخونند. گپ آخرین قاضی خشم یوسف علی خان را برانگیخت. وی دست به هوا برداشت و بانگ زد من گردنشخان را میشکنم، خون بخونان را میریزانم و برایم فرق ندارد که کیکه و مخلوقان دیولاخیش شغنی اند یا روشانی. این بدلجوبت را دفع کنید. کیکه برخاست و باز با همان روی خندانی که در آمده بود چابک جانب در رفت. آقسخال او را گسیلاند. یوسف علی خان یک پاره توتپیس به دهان پرتافته خایید و پس از آن که عصبش آرام گرفت گفت برآمدیم. روزی سیاه این بی‌ترمالی ها رسید. آنها از خانه بیرون شدند و به تخت سنگ میان باغ که بر آن نمدها گسترده بودند برآمدند. در رو برویشان مردم دسته دسته در روی زمین و بالای سنگها جای گرفته برابر پدید آمدن شاه همگی دم به درون زدند. در جانب راست صحنه سنگی یک گروه بندیان زانو زده را نوکران مسلح پاسبانی می‌کردند. میرزا عزیز نقطه خر ابوذر برگشتبخت در دست بین بندیان و جماعت می‌ایستاد. ابوذر حبشی نما که یک ته و شلوار تنوک شرینچی جغده و افلاس به تن داشت و پایهای لوچش را از تگ شکم خر به هم بسته بودند، درق درق لرزیده هر زمان صدای مبهم خراسی از بند گلو می برآورد. این منظره رقتبار باشد هم آدمانی از قضیه به خبر آن را شیرینکاری گمان کرده پست پست می خندیدند. میرزا عزیز بسیار می خواست که با گردن آن خیانتکار مشت فرارد و جان وی را از این عذاب علیم و جان خود را از چنین وظیفه ناگوار برهاند، ولی به خاطر تاکید شاه در خصوص زنده و شغنان رساندنش خودداری میکرد.
خاموشی مطلق را با صدای بلند اندک شمار خورده‌اش یوسف علی خان شکست. شما این صبح به سلام شاه شغنان زمین یوسف علی خان ابن عبدالرحیم خان که شجره اش به حضرت امام جعفر صادق و به توسط او به حضرت علی و به توسط او به حضرت محمد صلی الله علیه آله و سلم می رسد شرفیاب شده حساب کنید که سعادت بزرگی دریافتید. من 6 سال بر شما حاکمی کردم و خود بهتر می دانید که با امیر مقتدر بخارا پنجه زده نگذاشتمش که روشان و شغنان را غلام حلقه به گوش خود سازد. چشم هر بدبین را کور کردم تا رعیتم امان و مملکتم آرام باشد. اما دشمنان برادرم محبت خان را بر ضد من شوراندند. وی در همین پستخوف با من سر به سر شد. کار هم از دستش نمی آمد، چون که لشکر من پهلوانانی داشت که از هیبتشان پلنگ مثل موش به خود می لرزید. ولی خداوند در اسفل سافلین جهنم تومه مار و کربششان کند. به خیانت خوفیان گمراه محبت خان بر روشان تسلط یافت و خود شاهد گشتید که با مادر و خواهر و خویش و اقربایتان چه ظلمهای روا دید. اینها امید داشتند که یوسف علی خان را از دولتداری محروم ساختند و او دیگر زهره حکومت ندارد. بگویید آیا جماعت کورموش و روباه راه شیر جیان را گرفته می تواند؟ آیا دم سیل روان را بستن ممکن است؟ پس بدانید که من همان شیر جیان و همان سیل روانم. برای آنکه خوفیان کورنمک زیان آورده اشان را تلافی سازند 40 اسب یک کچین جنگی، 40 باشه شکاری و 200 سر بز و گوسفند خودم را برای پرورش به آنها می سپارم. خوفیان اسپان را جوراست، باشه ها را هدف راست سازند. اگر از مالمان یک گوسفند یا یک بز تلف دهند به حالشان مرغان هوا خواهند گریست. شاه عرق پیشانیش را با دستارچه پاک کرد و جانب توده مردم نگاه خشمالود انداخت. فقیران انگار درون پوستشان مرده بودند. کسی نمی جنبید نه صدای می برآورد. من طغرای حاکمی روشان را به پسرم قباد خان دادم. الحال شاهزاده مشغول درس و آموزش است. به این سبب میر منظرشاه را کفیل حاکمیت تعیین نمودم. من بعد زنده و مرده هر یک شما در دست منظرشاه است. یوسف علی خان سخنش را آخر آورد و جانب قاضی سر جنبان. رحم خدا کاغذهایش را 2 دسته قپیده با صدای ابریشمی که لحن خوش افسانه گویان را میماند به قرائت حکمنامه ها آغازید. چند آقسخال به دره خوردن، بعضی به جبران ضرر با مال، 2-3 نفر به کار مجبوری در زمین اشخاص ضرر دیده محکوم گردیدند. اما حکم وهم برانگیز قتل که حاضران با دلهای تپنده منتظر صدا دادن آن بودند به یگان مجرم روا دانسته نشد. از چنین صورت گرفتن حادثه مردم چنان خرسند شد که عده دامن گریه را سر دادند و بعضیها با نداهای شادی و مسرت شاه و مقربانش را آفرین خواندند. حکم قتل نور محمد که خوفیان گوش به قمار با اضطراب و نگرانی منتظر آن بودند به فراتر از دره خوف پا نگذاشتن وی عوض گردید. سخت‌ترین جزا به خواجه برتنگی خبرکش و بچه فروش داده شد. بر رویش عریض مالیده در خر سیاه پشتناکی به پشت ابوذر بستند. چون ضرر خواجه به تمام خلق رسیده بود چنین داوری را در حقش از روی داد حسابیدند. حتی گروه این جزا را سبک شمرده فریاد کشیدند که اگر شاه اجازت دهد آن هر 2 روسیا را سنگسار کنند. ولی یوسف علی خان دست برداشته مردمی به احساس آمده را اخطار داد و خطاب نمود. آرام، ما در خصوص این 2 متهم و هر کسی که زندگانی آسوده رعیت را خللدار می سازد جزایی را روا دیده ایم که از کشتن و سنگسار بدتر است. ما این گونه بهترمالی ها را خانخیز کوچبند و غریب و مال و زمینشان را پادشاهی میکنیم. بگذار در غریبی چه عطای خدا بودن وطن و قوم و قرابت را دانند و پیش از آن که عزراییل به سر وقتشان برسد هر روز 100 بار جانشان براید و
باز درآید. اکنون خودتان فکر کنید که حکم ما سخت‌تر است یا حکم شما. از بین ازدحام آوازهای جزای سزاوار، حکم شاه 1000 بار بهتر، پوچبند شوند بلند شد. شاه باز دست برداشت و پس از دست دادن خاموشی تمام سخنش را دوام داد. اما شکر خدا که مملکت از اشخاص بناموس و پاکنهاد خالی نیست. برعکس آنهایی که به جزای سزاوارشان رسیدند، ببینید که مرد پیغمبر ضمیر دختری را که شاه سابق به زور هدیه اش کرد فرزند گرفت، آن یتیم بیکس را تربیه نمود، آن روزهای سیاه را با دل سفید پشت سر گذاشت و آن امانت را بدون خیانت به خانواده‌اش برگرداند. وی پس گشت و به اشاره شادوران را به سوی خود خواند و دستش را چون دست گشتیگیر غالب آمده به هوا برداشت. زهی ای شاهدوران صاحب احترام. نداهای تحسین و آفرین از بین خلق به فلک پیچید. شاهدوران سله‌اش را به گردن آویخته دو زانو زد و آب دیدگانش شش قطار شد. موسفید خردمند از مقاومت کردن توانستنش به نکاح زورن در میان افتاده از خلقش عذر می‌خواست. شاه حافظ آوازدار را به پا راست کرد و بانگ زد. من برای صداقت و شکست نفسیش به شاهدوران اسب بادپای خودم را با زین و ابزارش هدیه میکنم، بیاریدش. میراخور در زمان اسب را به نزد تخت سنگ کشید. غلغله شادی بین ازدحام افتاد. شاهدوران نزد شاه دو زانو زده زمین را نماز برد و برخاست رو به مردم آورد. شاهی عدالت پناه از مرحمت خود دل خلق روشان را پرنور گرداند و الهام جوانی مرا بار دیگر بیدار کرد. اگر اجازت بدهید سرود بخوانم و شکر مهربانیش را به جا بیارم. ندای شادمانی خلق به فلک پیچید. یوسف علی خان قناعتمند سر جنباد و صحنه را به اختیار شاهدوران گذاشت. انجام گفتار 13. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ عطامیر خواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدلای جا محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.